نشر کردن. خب حالا ما که نیستیم که کدام عالم غیب از غیب از این سخن خبر باشم. وقتی ظاهر سخن ما دیدم، ما گفتم همین سخن چی میگه، ما برش باز گفتم. وقتی دیدم شبهه برام اومد سرم، همه تو شبهه اومد که این سخنای اگر پیچیده است. من گفتم من نمیفهم. دوستا شاهد بودن، دوستا شاهد بودن که من در لایف نگفتم که من نمیفهم که استاد راسخ چی میگه دیجا، تو برام بیان کن. و او گفت که میگه انا باز مون میگه که هر کسی که بدون قرینه یهود و نصارا را مسلمان بگه کافر نیست، کافر نمیشه. من گفتم اگر همین عقیده را استاد راسخ داشته باشه کافر است، من ازش براءت میکنم. آیا من همیشه خطا کردم استاد راسخ؟ نه من خودم اگر کسی گپ بگوید اعلان براءت میکنم خودم. ماشاءالله الحمدلله مردم ما بناحق تکفیر نمیکنم و گمان نمیکنم. مسلمان لغوی بود کلگی گفتم، اسلام لغوی، ایمان لغوی، مؤمن لغوی، ایره کل سلف استعمال شده گیست. اما آدم هم خونم میگه گفتم کافر نمیشه. در مسلمان لغوی مسلمان نیست، مؤمن لغوی مؤمن نیست تا که مؤمن شرعی یا مسلم شرعی نباشه. ایره کسی کفر نمیگه. اگر یک کسی نظر به بعض گناه را از یک کسی ببینه بگه مسلمان است، مثلا کسایی که در کفر به طاغوت ندارن بگه مسلم لغوی است، مسلمان لغوی است نه شرعی، این کافر نمیشه. این خود سلف چقدر چیز است وجود داره، شما شاید دیده باشین اقوال وجود داره. سلف صالح مؤمن به معنای لغت که بیایی درجهش اسلام بالاست، مسلم هم میاد به معنای لغت. ولی ما گفتیم که در قرینه طبعا آدم یک کس کافر باشه او را چیز نمیگه، مگر در جایی که قرینه و این چیزا می باشه در اونجا استعمال میکنه. اگر غیر قرینه هم استعمال کنن در کفر واقع نمیشه. نه من خودم اگر کسی گپ بگوید اعلان براءت میکنم خودم. ماشاءالله اگر غیر قرینه هم استعمال کنن در کفر واقع نمیشه. اگر غیر قرینه هم استعمال کنن در کفر واقع نمیشه. اگر غیر قرینه هم استعمال کنن در کفر واقع نمیشه. اگر غیر قرینه هم استعمال کنن در کفر واقع نمیشه. نه من خودم اگر کسی گپ بگوید اعلان براءت میکنم خودم. ماشاءالله 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 ماشاءالله. اگر غیر قرینه هم استعمال کنن در کفر واقع نمیشه. نه من خودم اگر کسی گپ بگوید اعلان براءت میکنم خودم. ماشاءالله اگر غیر قرینه هم استعمال کنن در کفر واقع نمیشه. نه من خودم اگر کسی گپ بگوید اعلان براءت میکنم خودم. ماشاءالله نه من خودم اگر کسی گپ بگوید اعلان براءت میکنم خودم. ماشاءالله مردمان رو هم جایز میدن. کفر است یا نه؟ کفر میشد یا نه؟ بهم گپ فتوا دادش کفر است که هر کسی بگه کاف الف ر میشود. صحیح شد؟ حالا گوش میدی گپ میناله. هر کسی امی که گپش کفر است باید توبه بکنه. گپش کفر است توبه بکنه. گپ درباره کفر نه. کفر ما اتفاق داریم. این مسئله به کفر بودنش به جهمی ها هم اتفاق دارد. با ما خودی صاحب کار کفر که کرد کفر میشد یا نمیشد؟ چرا نمیشه؟ یعنی از این عبارت که معرف راسخ به همین سخنش کافر است. همین سخن بله، همین سخنی که بیان شد واضح است. اما در مسئله اولش که میگین کی گفته که یهود و نصارا مسلمان است، کسی کفر به طاغوت نداره، آمد تشریح داد و باز ما نادلانه رفتار کردیم. ما در اول گفتم که اگر محمد معروف راسخ به همین عقیده باشه کفر به طاغوت، کسی کفر به طاغوت نداره، کسی کفر به طاغوت نداره، مسلمان است، خودش کافر میشه. بیان نکردم. چرا اینو بیان نکردی؟ چرا از الان ترسیدی؟ چرا از الان ترسیدی؟ چرا از الان ترسیدی؟ با آداب با اخلاق با آداب با اخلاق صحبت کنم. من که ترس نه. صدای دویم زندگی مشرک گذارین کافره، صدای کافر دویمش گذارین. در جایی که قرینه و این چیزا می باشه در اونجا استعمال میکنه. اگر غیر قرینه هم استعمال کنن در کفر واقع نمیشه. تمام. این عقیده کفری است. بله بله. خب بگو فهم خودت. بله کسی بیاد کافر رو یعنی مطلق کافر، اینجا همه نمودی کافر. زیرا که ما در این بحث بودیم خودت نبودی، گپ درباره یهود و نصارا هم رفت، آیات ها به یهود و نصارا نازل شده و غیره، و این گپ هم از قصهشون هم از سیاقش و هم واضح میگه که کسی که کافر رو مسلمان گفت به قرینه گفته میشود. اما بدون قرینه هم اگر کسی مسلمان گفت این کفر نیست. ما چی بفهمیم از؟ ما گفتیم که این کفر است و این گپ گفتگی آدم بعد از فهمیدن و مناظره و اینو اونقدر کافر است. ما را مدنمی که گپ زدیم. اگه خودت بگو
بله بیان کردیم این مسئله را بیان کردم پیشتر بیان کردم گفتم که این همی عقیده کفری است بیاید برائت میکنیم ازش تا توبه نکنه ما از برائت میکنیم عبارت که معرف راسخ به همین سخنش کافر است همین سخن بله همین سخنی که بیان شد واضح است اگر غیر قرینه استعمال کنند کفر واقعی نمیشه این همی عقیده کفری است بیاید برائت میکنیم ازش تا توبه نکنه ما از برائت میکنیم بس منوط معرف راسخ کافر است بله من گفتم من نمیفهم دوستا شاهد بودن دوستا شاهد بودن که من در لایف نگفتم که من نمیفهم که استاد راسخ چی میگه دیجا تو برام بیان کن و او گفت که میگه انا باز ما میگه که هر کسی که بدون قرینه یهود و نصارا را مسلمان بگه کافر نیست کافر نمیشه من گفتم اگر همین عقیده استاد راسخ داشته باشه کافر است من ازش براءت میکنم آیا من همیشه خطا کردم استاد راسخ اگر غیر قرینه استعمال کنند کفر واقعی نمیشه نه من خودم اگر کسی گپ بگویم اعلان براءت میکنم